اگر دوستا متوجه شده باشن، حمار، الاغ وقتی که از یک پل یک مرتبه پایش فرو بره، بار ثانی هر قدر که او را بزنید حرکت نمی کند، نمی رود. این حمار شعور داره، عقل نداره، حیوانات شعور داره. حالا شعورش برایش میگه که یک روز قبل، یک ساعت قبل پای تو در این جو و یا این سوراخ فرو رفته، الان باید فرو نرود چون ضرر هست. این حیوان داخل نمیشه با ضرر. اما چقدر انسان ها هستن که چندین مرتبه وارد گناه و معصیت میشن. گناه و معصیت ضرر هست. انسانی که به گناه و معصیت داخل میشه یعنی به آتش داخل میشه. دست به گناه دراز کردن یعنی به آتش دراز کردن. پا به گناه دراز کردن یعنی پا را بر آتش گذاشتن. چشم را بر گناه و معصیت دوختن یعنی این چشم را وارد کردن به آتش جهنم هست. این مقام انسانیت. اگر بالا رفت از فرشته هم بالاتر می رود، اگر پایین آمد از حیوان هم پستر می شود. اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه از حیوان هم پستر می شود. ظلمی که انسان امروز بر انسان روا داره حیوانات هم ندارن. فسق و فجوری که انسانها امروز در دنیا برای انداختن حیوانات هم ندارن. گناه و معصیت و فراموش کردن رب خود را که امروز انسانها دارن حیوانات ندارن. چند شب پیش ساعت 2 شب یک حیوان، یک پرنده مرا وادار ساخت که بگم سبحان الله چی حالتی. ساعت 2 شب بود، ساعت 2 شب. خیلی جالب بود برای من. یک قسم مرغ ها و پرنده ها هست که ذکرشان همین هست که یکیست او، یکیست او. ساعت 2 شب متوجه شدم که به بام خانه یک پرنده هست، صدا می کند یکیست او، یکیست او. روی جای خود نشستم، فکر کردم، گفتم خدایا بهشت را برای من ساختی، اشرف مخلوقات مرا گفتی، کرمنا بنی آدم مرا گفتی، عبادی مرا گفتی، مرا بنده خود خواندی، ولی من غافل. این پرنده‌ای که نه مسئولیت دارد، نه آتش جهنم دارد، نه غیبت و تهمت و بهتان و افترا و گناه و معصیت دارد، ولی نیمه شب تو را شناخته. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آنچه که در زمین و آسمان است تسبیح پروردگار را میگوید، ولی انسان کجا میرود؟ انسان خوابه. باور به خدا کنید شرمیدم پیش اون پرنده و پیش خدای خود. تو هستی اشرف مخلوقات ولی میخوابی. در این نیمه شب این پرنده راز و نیاز با خالق خود دارد. کل حجاره. انسانی که از خدا غافل بشه، انسانی که مقام خود را نشناسه، الله سبحانه و تعالی میگه دلهای چنین انسانها کالحجارت او اشد قسوه. دل بعضی انسانها از سنگ هم سخت‌تر میشود. وقتی قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، انسانها تبدیل به گرگ میشوند. این انسانهایی که اطفال معصوم را میبرند، طفل معصومه،
حالا پدرش اگر جرمی داره با اون طفل ولا تزر وازرة وزر اخرى، خدایی که با این همه عظمت و بزرگی هست گناه این دست را از این دست پرسان نمی کند. اما اگر تو انسان دشمنی داری و یا اگر تو انسان چشم دوختی به مال و ثروت یک انسان، این دل وقتی تبدیل به دل گرگ می شود دیگر رحم، شفقت، ترحم از وجود این بیرون می شود. مثل گرگان درنده طفل معصوم را گرفتن و دزدی کردن و بالاخره بردن به خاطر 4 روپیه دنیای فانی. اولئک کالانعام بل هم اضل. چقدر انسان ها هستند که تبدیل به حیوان شدن، بل هم اضل، و بلکه از حیوان هم انسان پستر می شود. به این از سروران عزیز و بزرگوار باید انسان جایگاه خود را بشناسد. ای انسان، الله سبحانه و تعالی همه را در خدمت تو قرار داده. بارها و بارها گفتیم حیوان که ذبح می شود، گو و گوسفند در وقت ذبح می کنند در زیر کار دست و پا می زنند. او احساس درد می کند، احساس ناراحتی می کند. اما خدای تبارک و تعالی می گوید ای انسان، بقر را ذبح کن، گوسفند را ذبح کن، شتر را ذبح کن، از شیرش، از ماسش، از همه لبنیاتش استفاده کن، اسب را سوار بشو، بر روی زمین سیر بکن، زمین در خدمت تو، آسمان در خدمت تو، همه این نعمتها در خدمت تو انسان. اما تو انسان در خدمت کی؟ در خدمت نفس، در خدمت شیطان. هرچی که نفس بگه، نفس خیلی خواهشات داره، خواهشات نفس را برآورده کردن یا اوامر الله را به جا کردن، کدام یک؟ به این سروران عزیز و بزرگوار جایگاه انسان، مقام انسان. انسان چی معنا؟ خود این که میگیم انسان، انسان به معنای چیست؟ انسان از انس، مأخوذ از انس هست. انس چی معنا؟ یعنی الفت، یعنی محبت، یعنی دوستی، یعنی صفا، یعنی صمیمیت. این را میگن انسان. خود انسان 5 حرف است، 5 حرف. ما باید بفهمیم کی انسان هست و کدام شخص از دایره اسلام بیرون شده است. خود انسان 5 حرف است. 2 تا نون هست، 2 تا الف هست، 1 سین هست. انسان. حالا این 5 حرف دارای 5 صفت می باشد که دلالت بر 5 صفت می کند. هر انسانی که ملبس به این 5 صفت بود می توانیم برایش بگیم این شخص انسان هست. اگر دارای این صفت نبود، این 5 صفت، این شخص، این موجود، این مخلوق از دایره انسانیت بیرون شده. حالان که شکل و قیافش شکل و قیافه انسان باشه. یکی از دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که ای الله امت مرا مسخ نکن. ای الله مسخ را بردار. این دعا نه تنها بر امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بر همه انسانیت قبول شده. در دنیا چقدر کفار ظلم میکنن، ستم میکنن، فسق و فجور و اینها را برا انداختن. بزرگترین ظلم شرکه. چقدر میگن عزیر ابن الله، مسیح ابن الله، و چقدر از الله سبحانه و تعالی فاصله گرفتن، ولی الله هیچ یک را مسخ نمی کند در دنیا. چرا؟
به برکت دعای رحمت للعالمین هست. رسول معظم اسلام رحمتن برای همه عالمیان. ای الله، وقتی میفرمایند من در دنیا به عنوان پیامبر مبعوث شدم، ای الله مسخ را از روی زمین بردار. خیلی کم انسان ها مسخ میشن، خیلی شاذه، مگر این که آنهایی که از حد بگذرانن که میگه تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، لطف حق با تو مواساها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خداوند انسان را زود رسوا نمی کند، چون رحیم است، رحمان است، ستار هست. بعضی وقت فکر میکنم، میگم خدایا اگر گناه و معصیت در وجود انسان بوی و تعفن ایجاد میکرد، شاید از اثر گناه و معصیت من شما اینجا نمی نشستید. این رحمانیت الله است که بوی و تعفن در وجود انسان ایجاد نمی کند. در امتهای گذشته انسانی که گناه می کرد و معصیت می کرد، به دروازه خانهش تحریر می شد که فلانی دیشب چنین گناه و معصیتی کرده. این رحمت الله سبحانه و تعالی بر این مخلوق و بشر امروزی و انسانیت امروزی از برکت دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. انسان حرف اولش الف هست. الف دلالت بر چی می کند؟ دوستان خوب متوجه باشند. الف دلالت بر الفت می کند، یعنی دوستی، یعنی محبت. انسان مرکز دوستی هست، مرکز عطوفت هست، مرکز مهربانی هست. پس در وجود انسان الفت، محبت، دوستی نهفته هست. الفت نونش دلالت بر نفع می کند. انسان باید نفع رسان باشد. انسان اصلا ضرر را در خود و برای دیگران نه میپذیرد و نه قبول می کند. حدیث رسول معظم اسلام که تلاوت شد و یا روایت شد میفرمایند لا ضرر ولا ضرار، جواز ندارد ضرر رساندن برای خود و برای دیگران. انسان هیچ وقت ضرر نمیرساند. انسان نه برای خود ضرر میرساند نه برای دیگران. الف الفت بود، نون نفع بود، سین دلالت بر سعادت هست، خوشبختی هست. انسان باید در دنیا خوشبخت باشد و با سعادت زندگی کند. سعادت چیست؟ خوشبختی چیست؟ انسانهای امروزی فکر میکنن قدرت خوشبختی و یا سعادت هست. قدرت سعادت و خوشبختی هست. اینها خوشبختی نیست. ببینیم که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما خوشبختی را، فلاح و رستگاری را بیان میکند. قد افلح من زکاها. سعادت نصیب کسی هست، خوشبختی شامل کسی هست که او چه کار کرده باشه؟ نفس خود را پاک کنه، نفس را تزکیه کنه. قد افلح من زکاها. این خوشبختی هست. این سین نشانه این است که ای انسان به سراغ خوشبختی روان بشو. ای انسان به جستجوی خوشبختی باش. ای انسان در تلاش زندگی سعادتمند باش. انسان های امروز در تلاشن. باشه که من دنیای زیادی به دست بیاورم، قدرتمند باشم، ثروتمند باشم، چند طبق بسازم و خلاص فلان و فلان و فلان و فلان. کلن هم غمش چی شده؟ دنیا شده. این خوشبختی نیست. اگر دنبال ثروتی
نیت خود را خدایی بگردان. اگر دنبال قدرتی نیت خود را خدایی بگردان. اگر دنبال آرگاه و بارگاهی نیت خود را خدایی بگردان. اگر در جستجوی دنیایی نیت خود را خدایی بگردان. اینجا میشی انسان سعادتمند، انسان خوشبخت. اما ما انسان‌های امروزی خوشبختی رو نمیدانیم در چی هست. خوشبختی در کجا هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که در قدم در عرصه ازدواج میگذاره، چون زن به 4 انگیزه بارها و بارها این تکرار شده، تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. اگر کسی بره به خواستگاری یک دختر که فقط اون دختر زیبایی داشته باشه، مال و ثروت داشته باشه، و یا این که دارای حسب و نسب باشه، این خیلی فایده نمیبره، این کامیاب نمیشه. اما لدینها، کسی که دین را انتخاب بکنه، رسول الله میفرمایند این در زندگی سعادتمند قدم گذاشته. رسول الله در حقش دعا میکنن فاظفر بذات الدین، ای الله ایر کامیاب کن، ای الله ایر سعادتمند بگردان، ای الله ایر خوشبخت بگردان. اینها خوشبختی هست. انسان، الف از الفت و محبت، نون از نفع رساندن، سین به جستجوی زندگی سعادتمند، الف دیگر چی؟ از اخوت هست، برادری هست. انسان احساس برادری بین جامعه پیدا می کند. فکر نکن که این از این ولسوالی هست، از این قریه هست. وقتی با دکان تو مراجعه میکنه، با مجردی که میخوای جنس بدل رو به او بدی، یادت بیایه که من انسانم و الف انسان درس اخوت را برای من میدهد. این برادر من هست. جنس بدل نمیخواهم برای برادر حقیقی خود بدهم، نمیخواهم برای یک تن از اعضای فامیل خود ضرر وارد کنم. این هم برادر من هست. پس این الف دیگرش درس اخوت، حس برادری، حس اخوت، حس محبت و صمیمیت. این احساس که در وجود پیدا بشه، اینجا میشه انسان، انسان واقعی. صحابه چی مردمانی بودن؟ صحابه شخصیت هایی بودن که وقتی در تخت دکانداری نشسته بودن، یک مشتری می آمد می گفت که برادر از این گلاس داری؟ می گفت بله دارم. این همین گلاس دارم. می گفت چند دانه بدی؟ بعد این صحابه می گفت که من از صبح متوجهم دکان روبرو را می بینی، او برادر من هست، از همین جنس، از همین گلاس او هم دارد، ولی از صبح سودا نکرده. برو او را از او بگیر، برو او را از او خریداری بکن. اینها انسانهایی بودن که رضی الله عنهم و رضوا عنه در شأن صحابه آمده. این حس در وجود من و تو هست؟ اگر مشتری ما خدا نکنه که بره به دکان برادر ما. پس ما باید این احساس را داشته باشیم که وقتی ما انسانیم، انسان حرف اول الفت، حرف دوم که نون باشه نفع رسانی، حرف سوم که سین باشه به جستجوی سعادت رفتن، حرف چهارم الفش حس برادری و اخوت، الف اخوت در وجود بیایه. نون اخیرش اینه که نصیحت. وقتی حس برادری برای ما پیدا شد، حس اخوت پیدا شد، همدیگر باید نصیحت و خیرخواهی، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینجا میشه انسان. اگر توصیه به حق بود، توصیه به صبر بود، این بخش دیگرش هم تشکیل شد، ترتیب یافت. پس بناهن سروران عزیز و بزرگوار، انسان را باید بفهمیم. خلاصش این شد، هر کسی که، هر شخصی که دارای این 5 صفت بود، میتوانیم برایش بگیم انسان. مثال بیان میکنم.
یک نفر هیچ درس نخوانده، بعد برایش بگیم که مولوی صاحب، این انسانی که هیچ نمیدانه آیا مولوی می شود؟ آیا مولانا می شود؟ یک انسان هیچ درس نخوانده، زحمت نکشیده، بعد برایش بگیم دکتر صاحب، او دکتر میشه؟ سالها که بگیم دکتر صاحب. یک انسان در فن انجینری هیچ نخوانده، اینهایی که انجینر میشن 16-17 سال درس خواندن، اینهایی که عالم میشن بعد از 20 سال 15 سال درس خواندن، انسان هایی که پیلوت شدن بعد از سالها رنج و اینها حالا پیلوت شدن. پس بناهن تنها این که حالا من در فن انجینری هیچ نمیدانم، اگر کسی بیای برای من سالها بگه انجینر صاحب، من انجینر نمیشم. پس وقتی که ما را میگن فلانی انسانه، ما انسان شدیم، همدیگر را انسان میگیم، اما اگر این 5 صفت در وجود این انسان ها نباشه، این شخص از دایره انسانیت بیرون میشه، از دایره انسان ها. اما راه نجات، این که قرآن عظیم الشان میگه ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در زیانن، همه انسان ها در زیانن. راه نجات چیه؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. میخواهی که از خسران نجات پیدا کنی، میخواهی که انسان واقعی بشی، چه کار بکن؟ ایمان به ذات اقدس الهی بیاور، اعمال صالحه انجام بده، توصیه به حق و توصیه به صبر داشته باش. اینجا راه نجات از خسران و از خسارت و از اینها هست. حالا این 5 صفت چیست؟ به طور خلاصه و فشرده، اول الفت، مهربانی. اینجا سوال خلق میشه که آیا ما با کفار هم انس و الفت و مهربانی داشته باشیم؟ در حالتی که قرآن میگه اشداء علی الکفار، صفات مؤمنین رو بیان میکنه که مؤمنین واقعی کسانی هستند که با کفار چه کار؟ سختگیرن، رحم ندارن، شفقت ندارن در مقابل کفار، در مقابل کفار حربی جنگی. جای دیگر میگه ولا تأخذكم بهما رأفة، در مقابل فاسق شما رحم نکنیم. ولا تأخذكم بهما رأفة، دل شما به انسان فاسق نسوزه. وقتی یک انسان رجم میشه، یک انسان دره میخوره، یک انسان قصاص میشه، شما دل شما نسوزه. ولا تأخذكم بهما رأفة. خب اینجا سوال در اینجاست که انسان مرکز عطوفت هست، مهربانی هست. خب باید به همه انسان ها اول بیان کردیم انسان کسیه که به خدا و پیامبر و روز آخرت ایمان داشته باشه. انسان هست، او انسانه. کافران ما انسان گفته نمیتوانیم، به خاطر چی؟ تعبیر قرآن هست اولئک کالانعام بل هم اضل. علمای یهود الله سبحانه و تعالی میتوانست بگه که اینها مثل دیگه انسان هاین، نه، میگه مثل الذی، آیه که مثل الحمار یحمل اسفارا. علمای یهود مثل خرن، علمای یهود در جای دیگه بیان میکنه مثل که مثل الکلب، و در جای دیگه بیان میکنه انسان عالمی که او در علم خود عمل نداشته باشه اولئک کالانعام بل هم اضل. پس انسانی که به خدا و پیامبر و روز قیامت ایمان نداشته باشه ما نمیتونیم او انسان بگیم. پس این سوال حل شد. این سوال در ذهن نیایه که وقتی ما میگیم انسان مرکز عطوفت و مهربانیه، حالا دیگه به فاسق هم احترام کنه، به فاسق هم مهربانی کنه و در مقابل ظالم هم سرخم کنه و دست به سینه استاد بشه، باز اینها خلاف شرعه. پس انسان رو شناختیم که انسان کسیه که الفت، محبت، دوستی در قدم اول محبت با الله داره.
الله رو بیگانگی شناخته، به الله شریک نمی آوره، عزیر ابن الله نمیگه، مسیح ابن الله نمیگه، از غیر از الله از دیگر کسی کمک و استعانت نمیخوانه، این میشه انسان. دوم، هیچ وقت ضرر نمیرسانه. 5 صفت خلاصش بیان میکنیم. اول، الفت، نفع رسانی کار انسان است، به جستجوی سعادت رفتن، زندگی خوشبخت را ایجاد کردن کار انسان هست، و حس برادری، اخوت در وجود انسان پیدا شدن، و همچنین نون اخیرش نصیحت و خیرخواهی هست. این 5 صفت در وجود هر انسانی بود میشه انسان کامل. اگر این صفت ها نبود این انسان از دایره انسانیت بیرون میشه. انسانی که رحم نداشته باشه، شفقت نداشته باشه به برادر مسلمان خود، نه رحم نه شفقت، یک فامیل را چندین روز متزلزل کردن، پریشان کردن، این کار انسان نیست. این کار کی هست؟ یک گرگ درنده وقتی شما متوجه باشید ناسن خود را بررمه میزنه، یک بره را بر میداره حرکت میکنه، بعد چه کار میشه؟ این را میدره و از بین میبره، هیچ تشویش هم نداره، پریشانی هم نداره. پس ضرر رساندن کار انسان نیست. خدای تبارک و تعالی برای همه ما و شما توفیق بدهد تا اینکه مقام خود را بدانیم، جایگاه خود را بدانیم که الحمدلله این 5 صفت در وجود همه ما و شما هست. الحمدلله من مطمئنم کسی که نماز بخوانه این 5 صفت در وجودش هست. صفت اول الفت هست. شما اگر الله را دوست نمی داشتید به این خانه نمی آمدید. این محبت شما با الله هست، با رسول الله هست، با دین هست، با اسلام هست و با قرآن هست. بعض انسان ها میگن که فلان خواننده در فلان جا کنسرت داده، چقدر مردم جمع شده، چقدر مردم جمع شده. کنسرت چند وقته؟ کنسرت خیلی باشه، کنسرت یک خواننده، یک فاسق یا فاسقه، سال 1 مرتبه، بعد 10 سال 1 مرتبه، و بالاخره به هر مدت ها چکار میشن؟ انسان ها جمع میشن به اطرافش. حالا بعضی شاید که جمع میشن او تماشا میکنن و بالاخره اما محبت به او ندارن. اما انجمن خدایی عشق با الله ایر نشان میده. یک خواننده بیایه هر هفته به میشر کنسرت بده، باور به خدا کنید به هفته 5م خود از اون میمانه و گوشا از کسی نمیره، خستگی. اما این عشق را ببینید، هر هفته انجمن خدای تبارک و تعالی که به خاطر خدا برگزار میشه. نه تنها این مسجد، تمام مساجد شهر الان مملو از بندگان الله سبحانه و تعالی. همین لحظه این عشق به چی ارتباط داره؟ این محبت به کجا ارتباط داره؟ چرا دل بندگان الله را نمیزند از این جمع شدن؟ چون عشق با الله دارن. تو برادر عزیز اگر عاشق الله نمی بودی و تو خواهر اگر عاشق الله نمی بودی، 1 هفته 2 هفته 10 هفته و آخر نماز را ترک می کردی، ولی هر جمعه از جمعه بعدی عاشق تر میشی. این محبت تو با الله سبحانه و تعالی هست. نکته دوم این که الفت و محبت بیان شد، نکته دوم نفع رسانیه. امیدواریم که هر کدام من و شما به جستجوی نفع برای چی باشیم؟ برای خود و برای دیگران. کوشش کنیم که ضرر برای خود هم نپسندیم، برای دیگران هم نپسندیم. نکته سوم، الحمدلله همه ما به جستجوی سعادتیم. حضور ما در مسجد، نماز خواندن ما، سجده کردن ما، تلاوت قرآن ما، همه اینها به جستجوی چی است؟ به جستجوی خوشبختی، سعادت، فلاح و رستگاری. قد افلح من زکاها. رستگار میشه کسی که نفس را پاک کنه. نفس را چگونه پاک کردیم؟ شما نفس را پاک کردیم. وسط را وقتی که انسان میایه شیطان میگه برو به او پارک،
برو به او دامنه کوه، برو به فلان جا بگرد، برو به فلان جا. اینا رو نفس میگه. ولی شما نفس رو زیر پا میکنیم. نه خیر، نمیرم، میرم خالق خود را سجده میکنم، میرم رازق خود را سجده میکنم، میرم تا این که به وسیله این نماز دروازه بهشت را به روی خود باز کنم و دروازه های جهنم را مسدود کنم. چهارم وقتی که من و شما به جستجوی سعادت و اینها روان شدیم، اینه که اخوت را هم بین خود حتما داریم، الحمدلله، و بیشتر و بیشتر تر داشته باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ایمان کامل نداره کسی که چیزی را برای خود میپسنده و برادر مسلمان خود نپسنده. ایمان کامل نداره برعکس کسی که چیزی را برای خود نمیپسندد، برای برادر مسلمان خود هم باید چه کار نپسنده. اگر بپسنده این ایمان کامل نداره. پس درس اخوت را هم بگیریم. نکته پنجم، همدیگر نصیحت و خیرخواهی و اینها داشته باشیم تا اینکه همه ما لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خدایی که میگه من این انسان را به این زیبایی خلق کردم، اگر ای جایگاه خود را ندانه، اگر مقام خود را ندانه، اگر ارزش خود را ندانه و اگر فضیلت خود را ندانه، ثم رددناه اسفل سافلین، این انسان دیگه از دایره انسانیت که بیرون شد رد میشه، سقوط میکنه به کجا؟ به تحترین جهنم. اسفل السافلین تحترین جهنم هست. پس ادامه بیان میکنه. قرآن عجیب روشی داره. انسان به بهترین شکل خلق شد، اگر قدر خود را مقام خود را ندانست چه کاره؟ این سقوط میکنه به تحترین جهنم. ادامه پس راه عروج نشان میده. ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی ای انسان اگر تا به حال میخواستی به اسفل السافلین سقوط کنی، اما راه عروج نشان میده. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر انسانهایی که ایمان دارن به خدا و اعمال صالح انجام میدن، اینها پس از این سقوط نجات پیدا میکنن و عروج به طرف ذات اقدس الهی پیدا میشود. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را انسان واقعی، مسلمان واقعی بگرداند. در اخیر چند سوال که خواهرها نمودن به طور خلاصه و فشرده اشاره میکنم و دعا میکنیم که وقت ما هم تمام شده. سوال اول اینه که خواهر نامه نوشته بود و بالآخره که من اولاد نیاوردم و شما هم دعا کنید. در کناری که دعا میکنید تا حتی یک چیزی خواهر در نامه تحریر کرده بود که آنقدر از طرف اعضای فامیل من به تحت فشار هستم، شوهر برای حرف میزنه، خشوع برای حرف میزنه و بالآخر حرف های زیاده. آیا تحریر کرده که آیا این به دست خود من هست که من اولاد بیاورم؟ شما اول دعا کنید که خدای تبارک و تعالی به من اولاد بدهد و اگر چنین زندگی پیش بره مرگ برای من بهترتر هست از بس که بر سر من فشار هست. من این را میگم برادران عزیز و بزرگوار، اولاد داشتن و اولاد آوردن این به دست انسان نیست که انسان اولاد بیاوره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را چنان دوست داشتن که میگن همه ازواج مطهرات را دوست دارم ولی عایشه را از قلب میخواهم. خدای تبارک و تعالی لازم ندیده بود که برایشان از عایشه صدیقه اولاد به دنیا بیاورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست نکردن که ای الله تو حتما برای من اولاد بده. گذاشتن هرچی که مصلحت الهی باشد، تقدیر الهی باشد، وعده الهی باشد همان می شود. بناهن اولا از عموم خواهر و برادر من این خواهش را می کنم که
شما دعا بکنید، ما هم دعا میکنیم خدایا پروردگارا به این خواهر و برادر اولاد صالح عنایت بفرما. ولی او عزیزانی که طلب اولاد نمودن خدایا اولاد صالح عطا کن، اولاد صالح از خدا بخوایم. یک نکته، اما برای تو شوهر من این توصیه را دارم، تو حق نداری بر سر زن مظلوم فشار بیاری که چرا تو بالاخره، یا این که همیشه برایش طعنه و اینها را داشته باشی من میرم ازدواج میکنم، من میرم بالاخره زن دیگر میگیرم. این برای زن عیب نیست که اولاد نمیاره، وعده الهی نرفته. بناهن نکته دوم و سوال دیگری که خواهر تحریر کرده که رنجی که من میبرم از این است که من همه اولاد من دختر هست، ولی شوهر بر سر من فشار میاره تو چرا پسر به دنیا نمیاری. این شرک سنتیه که انسان فرمایش بده کنیه، این که شرکتی نیه که بالاخره تو مواد بندازی که پسر بیایه و بالاخره مواد بندازی دختر بیایه. این کارخانه به دست ذات اقدس الهیه، این نه به دست مرد نه به دست زن. اما این را بدان خدا برای تو دختر داده. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه، تعریف حضرت مریم را میکنه ولیس الذکر کالانثی. مادر حضرت مریم وقتی نظر کرد گفت خدایا من نظر میکنم هرچی که در بطن من هست او را وقف کلیسا میکنم. وقتی به دنیا آمد دختر حضرت مریم مادر حضرت عیسی، وقتی به دنیا آمد این غمگین شد، گفت خدایا این که دختر هست کاش پسری می بود. الله سبحانه و تعالی میگه متوجه باش که هزارها مرد به گرد پای این دختر نمیرسند. خیلی از انسانها آنقدر نفع سرفرازی و سربلندی که از دخترها خوب بردن از پسرها نبردن. خیلی پسرها باعث بدنامی پدر شده، باعث بدنامی اعضای فامیل و خانواده شده، و خیلی هم دخترها باعث سرفرازی اعضای فامیل گردیده. پس برادر عزیز تو خیر خود را نمیدانی، خیر تو در همین دختر بوده. تو یک چوپان هستی، چوپانی خور بکن، محافظت داشته باش. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که دو دختر با عزت و با عفت بزرگ کنه و بعد به شوهر بده، بهشت جایگاهی او هست. دو دختر و ارتباط به زن، تا حتی روایت داریم که زنی که فرزند اولش دختر باشه خوشبختترین زن و با سعادتترین زن هست. مژده آمده به چنین زنی که در اولین مرحله دختر به دنیا بیاورد. پس عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لكم. خیر و شر خود را کسی نمیدانه، بناهن باید خیلی متوجه باشید. سوال دیگر این شده که پدرها خیلی فرق بین پسر و دختر میگذارن، پسران خود را بیشتر نوازش میدن، دخترها را کمتر نوازش میدن. این هم خلاف شرعه. شما ببینیم حکمت الهی. پیامبر صلی الله علیه وسلم 4 دختر داشتن، 3 پسر داشتن. هر 3 پسر اینا در طفولیت از دنیا رفت، ولی رشد دخترها کرد. الله سبحانه تعالی لازم ندیده بود که قاسم و طائر و عبدالله بزرگ باشن، لازم ندیده بود. تقدیر الله در چنین رفته بود. بناهن پدر و مادر یک چوپان هستند. یک نفر یک گله گوسفند داره، یک برادر چند تا گوسفند میبره دست یک چوپان میده. وقتی دست چوپان داد، برادر امین گوسفندا را تو جمع بکن مزد خود را بگیر، تو جمع بکن مزد خود را بگیر. حالا چوپان تا حالی شده که بگم من گوسفند نر را جمع نمی کنم، مادر جمع میکنم، مادر جمع نمی کنم. چنین تا حالی چوپانی هست. تو چوپانی مزد خود را بگیر. فرق مذکر و مؤنث به چوپان باید نباشه. تو پدر و مادر چوپانی، دختر را بزرگ میکنی مزد خود را میگیری، فرزند را بزرگ میکنی مزد خود را میگیری، او را تربیه صالح و اولاد صالح بزرگ میکنی و بالاخره درس و تعلیم میدی، فردا به صحرای محشر مزد خود را میگیری. اولاد صالح باقیات و صالحات برای تو مزد داده میشه. پس در این قسمت خلاف شرعه که کسی فرق بین پسر و دختر بگذاره، کسی بگه که بالاخره من دختر نمام و بالاخره پسر مام، و یا کسی بالاخره بر سر زن فشار بیاره که تو
چرا اولاد نمیاری و یا چرا دختر میاری پسر نمیاری. حرفای جاهلانه از زندگی خو، از فکر خو، از مفکوری خو، از اینا همه دور بسازی. اینا حرفایی که حرفای دوران جاهلیت هست. خدای تبارک و تعالی اولاد همه ما و شما اولاد صالح بگردانه و او عزیزانی که تا به حال اگر از نعمت اولاد محرومن، خدای تبارک و تعالی برای ایشان اولاد صالح عنایت بفرماید. و او برادری هم که خواهش پسر داره، از الله میخوایم ای الله هر وقت که برایش اولاد میدی پسر با خیر و پسر که اولاد صالح باشه عنایت بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف امراضنا وامراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.